یعنی من که دیگه خسته شدم. توی هر خیابونی که میری چند تا سرعتگیر هست، ولی خب دیگه هست این سرعتگیرها. برای مواجه شدن با سرعتگیر دو مورد حتما باید رعایت کنی. مورد اول اینکه با سرعت زیاد از روی سرعتگیر رد نشی. زمانی که با سرعت زیاد از روی سرعتگیر رد میشی، کمک‌ها به سمت پایین کشیده میشه. زمانی که کمک‌ها به سمت پایین کشیده میشه، بوش‌طبقه‌ها رو میذاره توی فشار و عمر بوش‌طبقه‌ها کم میشه. البته یه چیز دیگه، بعضی سرعتگیرها رو که 100% باید آروم رد کنید، چون به قدری بلندن که اون طرف سرعتگیر اصلا مشخص نیست چی در انتظارتونه. ماشین، کامیون، موتور، هیچی مشخص نیست. مورد دوم، زمانی که یه سرعتگیر رو میخوای رد کنی، روی سرعتگیر نباید ترمز بزنی. زمانی که روی سرعتگیر ترمز میزنی، سیستم تعلیق به سمت پایین کشیده میشه. بعد یه ضربه‌ای هم از سمت سرعتگیر به ماشین وارد میشه که ماشین رو میخواد به سمت بالا پرتاب کنه. همین کشیده شدن به سمت پایین یا همین پرتاب شدن به سمت بالا باعث میشه که کمک‌ها رو بذاره توی فشار. کمک‌ها در کوتاه‌ترین زمان خراب میشن و احتمال شکستن شاسی‌ها خیلی زیاده. اگه این پست سرعتگیر رو دوست داشتی، حتما بفرست برای بقیه دوستات که اونم بدونن اون طرف سرعتگیر چی در انتظارشونه.